نماینده محقق نسب مایکتون رو باز کنید. سلام علیکم بزرگوار و المسلمین. آقای الله یاری و همچنان یارانت. راست بگه شما نماینده آقای محقق نسبی؟ نمایندهش که نیستم ولی با حرفایش موافقم. الله یاری. من ای خودم بابا یک آدم اتیست، یک نماینده یک عالم دین شده نمیتونم. من یک سوال تو با داشتم آقای حرفایش الله موافق؟ یاری، اگر بخوای صادقانه جواب بدی، نه فقط نظر شما رابطه به می هیئت عزاداران و برگزار کنندگان و یا یک تعداد ملاهای با قول ما روشنفکرا که ملاهای اسپانسری و ماشینی از کابل میاد تا استرالیا. من خودم استرالیا زندگی میکنم. یعنی واقعا پیام عاشورا همیه که بیای تو شهر را مثلا به هم بزنی و آشغال بریزی و مثلا شهر راه بندون کنی و مثلا سینه زنی و مثلا نوسریش کار نداره. یعنی واقعا پیام عاشورا یک دمی سر روز در استرالیا مثلا جریان داره. در روز عاشورا مثل یه شهر مثلا به هم میزنه و داد و بیداد و نمیفهم نوسرایی و قیمت حالا زنی شما و چرا شما او که در خانه شما که نیامده؟ اگر رفته ببین گوش کن آقای هزار نژاد، گوش کن. حالا گوش کن آقای هزار نژاد، سوال شما رو ما فهمیدیم دیگه. ما فهمیدیم که پیغام عاشورا همین. حالا گوش کنید. اگر مردم دسته عذاب بیرون کردن در استرالیا، او به اجازه دولت بوده، به اجازه شهرداری بوده. این وظیفه شهرداریه. اونا چک میکنه که کدام مسیر را اینا فراهم بکنه که اونجا برای ترافیک کدام مشکلی درست نکنه و اینا را اجازه داده. خب مشکل شما چیه؟ در همون شهر شما هزار حالا خاموش یک لحظه گوش کنید. یک لحظه گوش کن. در شهر شما هزار مختلف راهپیمایی اونجا صورت میپذیرن. گی پراید میشه، بچه بازا و همجنس بازا اونجا که اونا عددشان خیلی از شیعیان بیشتره. اونا میان راهپیمایی برای خودشان برگزار میکنن. اونا هم آزادن. در روز عاشورا اگر شیعیان با اجازه دولت، با موافقت دولت هم که دولت اونجا در شورای شهر منتخبه، این شدی نیست که نیست که دولت استبدادی باشه، یعنی با اجازه تمام مردم شهر. به عبارت اخرى اینا اجازه میگیرن، پرمیت میگیرن، در اون روز میآین اونجا عزاداری برپا میکنه. چون شما منطق نداری، عقل نداری، باید یک اشکالی بکنی بر دین و مذهب. آمدی که اینا کار بدی کردن. برو بابا جون دنبال کارت برو. یک هر وقت یک اشکال منطقی پیدا کردی که دلالت بکنه که حضرت علی از عقل بهره داری، آره بیا اون وقت اشکال بگیر. اینا چرا راهپیمایی میکنه؟ خب شما چی؟ با در خانه شما که راهپیمایی نکرده، در شهر راهپیمایی کرده، تمام نمایندگان شهر اجازه داده، شهرداری اجازه داده، یعنی تمام مردم شهر نمایندگانش اونجا بوده، اجازه دادن که اینجا در این روز اینا حق داره راهپیمایی بکنه. خب شما چی؟